من آواز رنجی پارتر 4. رفتم سراغ زدن سقف و همینطور که داشتم سقف میزنم اصلا هیچ هدفی از زدن این علامت وسط سقف نداشتم، همینجور برای سرگرمی. اصلا من یادم رفته بود دارم فیلم میگیرم، همینجوری الکی منم سقف رو زدم. از این سبزه ها برای تزیین استفاده کردم و توی سقفمون پر کردم. اینجام دوباره با این سبزه ها تزیینش کردم. نتیجه کار رو توی پارتای بعدی میتونید کامل ببینید. لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. با من همراه باشید تا پارت 5. خدافظ.